زن بودن یعنی جنگیدن با هزار صدای نشنیده، یعنی میان خواستنها و بایدها، میان دل و منطق ایستادن و خم نشدن. زن فقط یک نقش نیست. زن مادره، دختره، عاشقه، اما فراتر از همه اینها انسانی با دنیایی از احساس و رویاهایی که گاهی پشت دیوار سکوت دفن میشن. دغدغه زن فقط ظرف‌های نشسته و بچه خواب رفته نیست. دغدغه اش خواستنیه که شنیده نمیشه، شغلیه که جدی گرفته نمیشه، فکریه که نادیده گرفته میشه. او میخواد هم مادر باشد، هم مدیر، هم عاشق و هم مستقل. زنها اغلب یاد گرفتند سکوت کنند، لبخند بزنند و دردهاشونو تو دل خودشون نگه دارن. اما پشت همون سکوتها دنیایی از خستگی، آرزو و فریاده. گاهی فقط یک نگاه، یک جمله ساده یا یک حمایت کوچیک میتونه تمام خستگی یک زنو بشوره و ببره. بیایید دغدغه های زنان را بشنویم، بفهمیم و باور کنیم، چون زنها با تمام نادیده گرفته شدنها هنوز ستونهای زندگی هستند. زنها اسطوره آفرینشند.